اکثر انسان‌ها مدام به این فکر می‌کنند که باید جایگاهی در جامعه و زندگیشان داشته باشند و مدام در حال برنامه‌ریزی برای آینده‌ای هستند که به آن می‌اندیشند. و اولین قدم برای رسیدن به آینده دلخواه رؤیا پردازی است. رؤیاهایی که حتی از برداشتن اولین قدم‌هایش ترس داریم. و علت این ترس روبرو شدن با خود واقعیت هست و قرار است خود را از سکون و سکوت به جنبش و حرکت بکشانی. زمانی که شب هنگام خود را در حالی از تاریکی و سکوت